خب خیلی خوش اومدید به پارت دوم بررسی نتایج تیم‌های لیگ برتر در 11 هفته‌ای که گذشت. ما در کنار علی عزیز و پوریا و امیرحسین در ادامه این برنامه می‌خوایم بپردازیم به عملکرد سایر تیم‌ها در این 11 هفته‌ای که گذشت. قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم جا داره تشکر کنم ازتون بابت حمایتاتون و اینکه وقت می‌ذارید این برنامه رو می‌بینیم. خیلی خوشحال میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب کردنتون ما رو حمایت بکنید و اگر از برنامه خوشتون اومد اون رو برای دوستانتون هم ارسال بکنید که اونها هم برنامه رو ببینن. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم، میپردازیم به این برنامه. خب ما تیم بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم فکر می‌کنم دو تا تیمه که اینا فکر کنم خیلی شبیه به هم عمل کردن، لیورپول و منچستر یونایتد که فکر می‌کنم پوریا بخواد راجع بهش صحبت بکنه و یه مقایسه انجام بده فکر می‌کنم خوب باشه. آره من میتونم سریع یه خلاصه این دو تا تیم بگم. اولش که منچستر یونایتد که خب با اون باطلاقی که آموریم فصل قبل از تنهاخ تحویل گرفت، خب نتایج خیلی فاجعه فصل قبل اگر بذاریم کنار، تونستن چند تا خرید تو تابستون داشته باشن و اسکوادو تقریبا برای این فصل لخت کردن. خب دلیلش هم خیلی واضح بود، چون که تو منچستر یونایتد هیچ گونه جام اروپایی رو قرار نیست این فصل شرکت کنه و طبیعتاً نمیتونست اونقدر بازیکن رو نگه داره، با توجه اینکه باید به همشون هم بازی میداد وگرنه صدای هر کدوم از بازیکن‌ها در میومد و خب نصف بیشترشون هم نخاله بودن، برای همین خیلی هاشون رو انداختن بیرون. و ولی از طرف دیگه دیدیم که چند تا بازیکن خیلی خوب تونستن این تابستون جذب کنن که امبومو شاید مهمترینشون بود و کنیا حالا و لامنز هم که دیدیم که چقدر تاثیر داشت. در کل بخوام درباره این 11 هفته بگم، به نظر من باید ببینیم انتظار ما از منچستر یونایتد چی بوده. با توجه به انتظاری که منچستر یونایتد میرفت، به نظر من بد عمل نکرده، چون که واقعا خیلی واضحه که این تیم هنوز نیاز داره که اسکوادش تقویت شه و خیلی از بازیکناش در سطح نه منچستر یونایتد نه در سطح بازی کردن تو لیگ برتر انگلیسن و خب ما فکر کنم هر هفته هم داریم درباره یه سری بازیکن‌ها صحبت می‌کنیم. مثلا چند هفته ابتدایی شاید مهمترینشون بایندر بود که چند امتیاز خیلی مهم و خیلی راحت از منچستر یونایتد گرفت و خب بازیکنی واقعا نبود که شاید تو لیگ برتر که چه از کنم، شاید تو چمپیونشیپ هم نمیتونست بازیکن ثابت باشه و این بازیکن‌ها بودن که قدرت منچستر یونایتد رو پایین آورده بودن. ولی حالا تو 5 بازی اخیر دیدیم که منچستر یه روند خوبی رو گرفته دیگه، اونجوری نیست که همه بازی‌ها رو ببازه یا یه بازی ببره دوباره یه بازی ببازه، داره به یه ثباتی میرسه. ولی خب هنوز خیلی از پست‌ها مثل وینگ بک هاش مشکل دارن و باید تقویت بشن و ششگاه هم خریدی بود که امسال اومد ولی اونجور نتونسته هنوز انتظار رو برآورده کنه. و در کل این که یه سری آمار هم دارم، فکر کنم میخواستم همون اسلاید اول اگر نشون بدیم XG تولید شده رو میخواستیم نشون بدیم که اگه ببینید مثلا 6 تیم اولی که XG تولید کردن، چلسی، منچستر سیتی، آرسنال و کریستال پالاس و یونایتد و لیورپول هستند. خب میبینیم که از لحاظ XG که تولید کرده و همچنین تعداد گلایی که زدن، یونایتد تونسته این فصل جزو 6 تیم باشه و چیزی که فصل پیش ما تو تیم منچستر یونایتد نمیدیدیم. اونا ایکس جی رو تولید میکردن ولی نمیتونستن به خاطر کیفیت بازیکنای مثل هویلند و نمیدونم گارناچو نمیتونستن خب گل بزنن، ولی امسال این ویژگی رو به تیمشون اضافه کردن. ولی از طرف دیگه ایکس جی که رو دروازهشون ایجاد شده بازم جزو تاپ فورن که خب این یه چیز فاجعه است. یعنی شما اگر نگاه کنید سه تیم اول تقریبا سه تیمی هستن که کاندیدای اصلی سقوطن، تیمایی مثل بنلی، ناتینگهام و وست هم سه تیمی هستن که فقط بیشتر از منچستر یونایتد ایکس جی رو دروازهشون بوده که این واقعا یه عملکرد فاجعه است. برای همین منچستر یونایتد این فصل خیلی زیاد گل میخوره. شاید یکی از دلایلش اینه که نمیتونه بازی رو کنترل کنه و میبینیم که وقتی کاسمیرو از زمین خارج میشه تیم کنفرکون میشه، چون که
واقعا هافبکی نیست که بیاد جاشو بگیره و بتونه مثل کاسمیرو وسط زمین رو اداره کنه. و از طرف دیگه به نظر من نقش دفاع اونقدر تاثیرگذار نیست، چون که دفاعشون واقعا خوب عمل کردن. مثلا شما اگر اسلاید بعدی هم ببینیم ماتیاس دیلیخت رو میبینیم که تو دوئلا جزو برترین مدافع این فصل تا اینجای کار و واقعا خوب عمل میکنه. مشکل اینه که وسط زمین خالیه و هافبک‌ها به اندازه کافی نمیدونن وقتی کاسمیرو خارج میشه و باعث میشه ایکس جی زیادی روی دروازه تیم منچستر یونایتد ایجاد شه. و حالا یه جدولی هم داریم که اونو میذاریم فکر کنم آخر سر درباره همه تیم‌ها، لیورپول هم که توضیح دادیم میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم. حالا اگر شما هم نظری دارید درباره منچستر یونایتد بگید. علی جان میخوای شما اگر صحبتی هست بگو، بعدم حالا امیرحسین اومد. چشم. درباره منچستر یونایتد، خب این تیم خریدای خیلی مهمی داشت در پستایی که نیازهای مشخصی هم توشون دیده میشد، ولی فکر میکنم حداقل به ذهن من در ایدهایی که من تو ذهنم خودم در سر خودم داشتم، مهمترین نقطه نیاز این تیم در پست هافبک بود. هافبکی که بتونه برای شما توپ پخش بکنه. این کیفیتیه که در یونایتد وجود نداشت و سعی شده که با عقب آوردن برونو فرناندز این قضیه بخواد برطرف بشه. مسئله عقب آوردن برونو فرناندز مسئله که خیلی با انتقاد مواجه شد. اینکه شما بازیکنی داشته که میتونست پشت مهاجم برای شما بازی بکنه و خیلی خوب میتونست پاس خط چکن برای شما ارسال بکنه. بازیکنی که در سالهای اخیر با اختلاف بهترین بازیکن لیگ در ارسال پاس پروگرسیو، پاس خط چکن و پاسایی بوده که تیم شما رو در فاز انتقال مخصوصا خیلی جلو مینداخت و البته امکان لو رفتن اون توپ هم خیلی زیاد بود، یعنی پاس ریسکی. حالا شما همچین بازیکنی رو برداشتید آورید در یک پست عقب‌تر در دبل پیوت دارید بازیش میدید در کنار کاسمیرو و حالا مسئله که وجود داره اینه که آیا این پاس‌هایی که ریسک بالایی برای رسیدنشون وجود داره در نقطه عقب‌تری از زمین تیم شما رو بیشتر در معرض خطر قرار نمیده؟ این مسئله اول. مسئله دومی که بازیکنی که اصلا در دبل پیوت بازی میکنه یا اصلا هر بازیکنی که در عقب خط هافک شما داره بازی میکنه باید این کیفیت رو داشته باشه که من یک سری از دقیقه بازی رو آروم بکنم، یک سری از دقیقه بازی مثلا یک پایی بذارم روی توپ رو بر خودم نگه دارم، حفظش بکنم و اجازه بدم که این آرامشی به بازی برگرده. این چیزی که برونو فرناندز در طول فوتبالش هیچ وقت نداشته و به نظرم نخواهد داشت. و این انتقادهایی که نسبت به این آدم شده و نسبت به خود آموریم که چرا همچین رویکردی داشته که یک بازیکنی که احتمالاً در پست پشت مهاجم بهتر جواب میداده رو آوردی یک پست عقب‌تر و در کنار کاسمیرو بازیش میدی. مسئله بعدی اینه که خیلی از تیم‌های پریمیر لیگ سعی میکنن که با 3 تا هافک بازی بکنن یا اگر هم با 2 تا هافک بازی میکنن اون هافک سومی برگرده و توی خط هافک کمک بکنه. مثال میزنم، حتی اگر سیتی رو میبینیم که داره با مثلا نیکو بعضی وقت با دبل پیوت بازی میکنه، تازه خیلی وقت میبینیم که یا هافک سومی برمیگرده بهشون کمک میکنه. مثلا فودن اگر روی کاغذ پست دهه میبینی که خیلی وقتا برمیگرده توپ میگیره و میبره بالا و نقش اون هافک سومی رو برای تیم بازی میکنه. در لیورپول می‌بینی که خیلی وقتا این تیم با 3 تا هافک بازی میکنه، یا در مورد تیم‌های دیگه همچین صحبتی داشت. چلسی خیلی وقتا با 3 تا هافک بازی میکنه، یا اگر با 2 تا هافک بازی میکنه با هافکای به شدت فیزیکی هستن که خیلی تو اون جدال‌ها و دوئل‌ها کم نمیارن. آیا برونو فرناندز همچین پروفایلی داره؟ ما میدونیم که کاسمیرو همچین پروفایلی داره. آیا برونو فرناندز همچین پروفایلی داره؟ نکته بعدی این که برونو فرناندز خودش خیلی جابجایی از پستش داره، خودش خیلی اوت اف پوزیشن میشه. یکی از مشخصه‌های شما وقتی که دارید در پست حیاتی مثل 3-4-3 بازی میکنه، در مثل هافک در 3-4-3 بازی میکنید، اونم در ترکیبی که کلا 2 تا هافک توش وجود داره، اینه که خیلی از پوزیشن خودتون خارج نشید. برونو فرناندز بازیکنی که به شدت دوندگی داره، به شدت تلاشگره و این دوندگی در پست دبل پیوت لزوما خیلی اتفاق مثبتی نیست. این دوندگی بیش از حده. شما اگر میخواین به عنوان بازیکن پخش‌کننده توپ بازی بکنید، یک مقداری این دوز دوندگیه و این جابجا شدن از پست باید بیاد پایین‌تر. برونو فرناندز همچین بازیکنی نیست و برای همین من احساس می‌کردم که این تیم قبل از هر مهاجمی، قبل از هر گلری، یک هافک پخش‌کننده توپ می‌خواد که جزوش اتفاق نیفتاد. اوایل فصل دست گذاشته بود روی کارلوس بالبا تیم که من اصلا درک نکردم همچین خریدی رو. اصلا کارلوس بالبا نظرم اون پروفایلی نیست که بتونه کار یونایتد رو راه بندازه. اسم گزینه‌های دیگه مطرح شد، آدام بارتون، الیاس اندرسن. من بالاتر از همه اینا هیولمن رو مناسب این تیم می‌دیدم و نمیدونم چرا خود آموریم که از اون تیم میاد اصلا دست نذاشت روی همچین گزینه‌ای. نمیدونم، شاید احساس خطر می‌کرد، چون خیلی هوادار یونایتد از این قضیه که
مربی فعلی تیم بخواد دست بذاره رو گزینه تیم سابقش خاطره خوشی ندارن و شاید این یکی از دلایل بوده. ولی من پروفایل هیولمن رو مناسب این تیم دیدم. اگر بخوایم گزینه فاکتور بگیریم و صرفا به گزینه‌های داخل لیگ فکر بکنیم، الیوت اندرسون هم هافکی که میتونه توی این قضیه قطعا به کار یونایتد بیاد، اگر خب با قیمتی کمتر جذب بشه. البته قیمتی 120 میلیونی یه ذره ترسناکه و یک مقداری این خطر، این آلارم خطر رو برای یونایتد روشن میکنه به عنوان تیمی که این همه خرید گرونت ناموفق در سال‌های اخیر داشته. مسئله بعدی این گپیه که در دفاع یونایتد به وجود میاد وقتی که تیم کاملا در فاز بلاک فرو نرفته. یونایتد در بازی‌هایی که قرار بلاک شکل بده و کاملا عقب باشه و 5-4-1 بازی بکنه، خوب میتونه اون گپ‌های بین دفاعش رو پوشش بده. مشخصا در بازی بزرگ همش اتفاقی میفته، اما در بازی جلوی تیم‌های کوچیک‌تر، در بازی‌هایی که یونایتد قرار با مالکیت بیشتری بازی بکنه و این خط هافک نیاز داره که از خط دفاع فاصله بگیره، این گپ‌های دفاع 5 نفره به خوبی پر نمیشه که این خیلی نکته بدیه. این که شما دفاع 5 نفره شکل میدید و باز همین دفاع 5 نفره که از معمول دفاعی داخل لیگ یک دفاع بیشتر داره در بین خودش گپ میده. مثالش سر صحنه گل فودن در دربی منچستر، یا اینکه خیلی وقتا اون کاورهایی که باید انجام بشه در مقابل پاس‌های عرضی درست انجام نمیشه. مثالش گل اول اسپرز همین یکی دو هفته قبل در مقابل یونایتد، پاسی که به خوبی میتونست کاور بشه، پاسی که توسط اودویی ارسال میشه به مقصد ماتیستل، این کاور به درستی اتفاق نمیفته، این فضای خالی به درستی پر نمیشه و این اتفاقی که در بیش از یک سالی که آماریم سرمربی این تیم بهبود نیافته در واقع. این یکی از مشکلات بزرگی که یونایتد همچنان داره باش دست و پنجه نرم میکنه. پیشرفت هم داشته این تیم، مشخصا در فاز انتقال یونایتد الان تیم خوبیه. یونایتد هر وقت که بخواد توی فاز انتقال بازی بکنه میتونه به تیم حریفش ضربه بزنه. خریدهای هجومی هم که داشتن طبیعتا توی این قضیه موثرن. برایان امبومو بازیکن فوق العاده بود فصل قبل، یه تنه باره به دوش میکشید و ماتیاس کوینی هم همین وضعیت رو در وولورهمپتون داشت. یک فرقای کوچولی با هم دیگه دارن. برایان امبومو یک مقداری بازیکن تک بعدیه، یعنی اگر از پست خودش فاصله بگیره اون عملکرد افت میکنه، ولی بازیکنی که به شدت در خدمت تیمه، بازیکنی که خلاقیت خلق موقعیت داره، بازیکنی که توانایی شوت زنی با پای چپش به شدت داره. یک مقداری پروفایلش با ماتیاس کوینی فرق میکنه. ماتیاس کوینی از اون بازیکن چغرای یه ذره چموشه که ممکنه از لحاظ اخلاقی و اینا هم یه ذره از این بازیکن باشه که دوست داره برای شما توی دعوا شرکت بکنه و اینکه یک مقداری کنترل غریزش هم سخته. بازیکنی که غریزی بازی میکنه خیلی وقت ممکنه در خدمت تیم بازی نکنه، ولی بازیکن جذابیه. منتها یک معضل دیگه هم که یونایتد خواهد داشت شروع جام ملت‌های آفریقا است که خب 3 بازیکن مهم از این تیم قراره جدا بشن، بازیکنایی که همشون هم در جناح راست این تیمن و یونایتد در اون سمت با جدا شدن با نبوده چند هفته‌ای امبومو، اما دیالو و نصیر مزروعی ممکنه مشکلاتی داشته باشه که باید ببینیم آماری اینا رو چجوری حل میکنه. خب من اگه بخوام خیلی کوتاه راجع به منچستر یونایتد صحبت بکنم، خب طبعا پوریا هم توضیح داد و همینطور علی عزیز، وقتی این تیمو تو تحویل میگیری با چالش‌های خیلی زیادی روبرو هستی و یه جورایی شاید اصلا اولویت اول آموری این بود که این تیم رو از ترول سازی این داستانا در بیاره، با توجه به اینکه خب هنوز هفته دوم سوم نرسیده بودیم به تیم دست 3 توی جام اتحادیه باخت و دوباره این باعث شد یه مقدار این فشارا روش زیاد بشه. ولی خب من حقیقتا انتظار ندارم، با امیدوارم طرفدارای یونایتد ناراحت نشن این حرف من، ولی با این یه سری بازیکن ناخاله بتونی نتیجه بگیری، چون اینا واقعا بازیکن چرت و پرت زیاد تو تیمشون دارن و اینا واقعا خیلی از بازیکن‌ها دیگه شاید تاریخ مصرفشون گذشته و در حد مثلا منچستر یونایتد نیستن. خب منچستری که ما یادمون هست فرگوسن ساخته بود، شما ببینید چه بازیکن‌های مثلا با کیفیت و کلاس جهانی داشت، ولی الان چیزی که من حس می‌کنم اینه که یه سری بازیکن هستن و اینا دنیای خودشون رو دارن، مثلا امبومو، آماد، از اونور کاسمیرو با اون سن، از اونور ششکو، اینا شاید خیلی بالانس مثلا سنی یا تاکتیکی با همدیگه ندارن، یعنی تیکه پازلایی که در نوع خودشون خوبن ولی توی یک ساختار کلی که حالا اونا رو آموریم بخواد بچینه خیلی شاید بعضی جاها جواب دهن. از یه طرفی که خب من یکم ایراد اصلی آموریم رو قابل پیش بینی بودن ترکیبش میدونم که میدونی که خب فرقی نداره جلو سیتی بازی کنه یا برنلی مثلا 3-4-3 میاد تو زمین و خب یه مقدار عمق اسکوادش نسبت به تمام رقبا حتی بگیم ناتینگهام فارست هم کمتره و خیلی قابل پیش بینیه که به کیا بازی میده به کیا بازی نمیده. یعنی مثلا شما زیرکسی رو نیمکت داری ولی میدونی که به این نمیخواد بازی بده و این خیلی کارو برای حریف قابل پیش بینی میکنه و خب خیلی از بازیکن‌ها هستن که میگم مثلا لوکشا، دالو و آماد اینا واقعا بگی نگیری دارن و اکثر بازی‌ها شاید به ضرر یونایتد باشن و خب بار تیمو شاید چند نفر دارن به دوش میکشن و از ضعف دروازه‌بان هم نباید بگذریم، چون همونطور که صحبت کردیم دروازه‌بان بازیکن مهمیه توی بازی‌ها
تاثیر شما توی مثلا بازی رایا دوناروما اینا داریم میبینیم که اینا تو نوع خودشون بهترینن و قطعا تو هر بازی شاید اگه 2 تا 3 تا سیو نداشته باشن یک سیو خیلی حیاتی رو حتما دارن و این خب میتونه تفاوت رو رقم بزنه و من حس میکنم تیم‌ها راحت میتونن یونایتد رو آنالیز بکنن و با توجه به ضعف دفاعی و اینکه خب 3-4-3 یه جوری ترکیب خیلی تهاجمی تری نسبت به مثلا حالا سایر ترکیبا، ولی از همون جهت بهشون زده حمله میزنن و خب این میشه نتایجی که تو خیلی از بازی یونایتد میگیره و خب البته از حقم نگذاریم خیلی هم بدشانس هم بوده یونایتد، این جزء تیمایی بوده که همونطور که پوریا اشاره کرد ایکس جیش بالا بوده ولی نتونستن موقعیتش استفاده بکنه، یا شاید هفته اول میتونست حتی آرسنال رو هم ببره با توجه به اشتباهات داوری حالا با دست رفتن و اینا، ولی خب تو خیلی از بازی‌ها بد شانس بود مساوی کرد، خیلی از بازی‌ها تیر زد، خیلی از بازی‌ها برونو فرناندز پنالتی رو خراب کرد، ولی خب همه اینا بخشی از بازی و این تمرکز رو فقط مربی میتونه به تیم برگردونه و فکر می‌کنم روند برای منچستر یونایتد مثبته و بالاخره میتونیم سال بعد توی چمپیونز لیگ ببینیمش. من حالا رتبه چلسی یادم رفت بگم، من چلسی امتیاز 6 رو میدادم از 10، از به یونایتد هم حدوداً 6.5 الی 7 تا الان در نظر گرفتم. حالا صحبت امیرحسین هم بشنویم. نه من صحبت خاصی در مورد منچستر یونایتد ندارم چون همه رو کامل گفتید. خب میخوای از لیورپول شروع کن؟ آره بریم سراغ لیورپول که خب یک پنجره نقل و انتقالاتی خیلی شکل و زیبایی داشتن و همه دیگه توی اون پیشبینی‌هایی که اکثر کارشناسای فوتبال هم انجام میدادن اکثرا میگفتن لیورپول امسال قهرمانه، حالا به جز یکی دو تاشون که خب یکیشون گفته بود من سیتی، یکیشون گفته بود آرسنال، ولی به نظر من پنجره نقل و انتقالاتیشون تا الان باعث شده این تیم به این روز بیفته و خب یک سری از بازیکن‌ها رو اینها فروختن، آلیوت رو اینها از دست دادن، الکی از دست دادن برای که بخوان اون تعادل سازی به ایجاد کنن بین حالا خرید و فروشاشون و رفتن بازیکنی مثل ویرتس رو گرفتن که به نظر من نیازی نبوده. شما وقتی سوبوسلای تو این تیم داری نیازی به بازیکنی مثل ویرتس نداری که بیای و حالا ازش استفاده کنی و اینا که خب میبینیم تا الان توی لیگ برتر هم واقعا جواب نداده و از اون ورم حالا خیلی از افراد یک پیشبینی رو میکردن، حالا همیشه هم میگفتن که آقا ما امیدواریم که از هواداران لیورپول ناراحت نشن، ولی اون پیش ذهنشون رو میدونستن که آقا این همیشه خرید کهکشانی تو هیچ جای دنیا جواب نداده. خب مثالش هم اون رئال مادرید بودش که توی 2 تا برهه مختلف تیم کهکشانی رو درست کردش ولی قهرمان نشد و آخرین بارش هم که خب رونالدو رو اینا گرفتن، کاکا رو گرفتن و اینا که خب بازم با پلگرینی و مورینیو به اون موفقیت آنچنانیشون نرسیدن. این رو هم برای لیورپول در نظر گرفته بودن و خب ما دیدیم که حالا خب اینها ایساک رو گرفتن و خب خیلی از هوادارشون خوشحال و سرحال و اینا، چون ما ایساک رو ما گرفتیم و اینا ولی ناآماده است ایساک و حالا اون لجبازی هم که با نیوکاسل با مدیران نیوکاسل با ادی هاو انجام دادش که من اصلا سر تمرینا نمیرم و اینا، همین باعث شدش که تو این 11 هفته حالا خب 3 هفتهشو خب نبودش ولی از اون 7 هفته‌ای که از 7 هفته بعدش 8 هفته بعدش کلا ایساک 4 تا بازی رو انجام داده و حالا گلی هم نزده و این پیش‌وصلی که اینا داشتن و نقل و انتقالات باعث شده که این تیم نامتعادل بشه. یعنی اینا توی بخش هجومی خب اینا ژوتا رو از دست دادن حالا به خاطر اون تصادف، دیاز رو فروختن، توی خط هافبک خب حالا الیوت رو رد کردن و توی خط دفاع هم که اصلا بازیکنی نخریدن و آلیسون هم که خب مصدوم شده شو اینا. همه اینا باعث شدش که این تیم تا الان اون موفقیت فصل پیش رو نه تنها به دست نیاورده که چی، بلکه اون قهرمانی فصل پیششون هم برده زیر سوال که خب اینا چجوری فصل پیش واقعا قهرمان شدن. و اصلا مهمتر شما وقتی هم میخواید تیمت حالا قهرمانی به دست آورده و حالا میخواید دوباره تو همون سطح قهرمانی باشه، نباید بری اسکواد تیمتو لخ کنی، که نباید بری دیازو مثلا رد کنی که
باید دیاز رو اینا نگه می‌داشتن و حالا خیلی از هوادارشون میگن که اشتباه اصلی مدیر اون داشت که دیاز رو واقعا مفت اینا رد کردن و خب وقتی هم می‌بینیم که صلاح این فصل افت کرده، خب جایگزینش الیوت بودش که خب اینا جایگزین صلاح رو هم فروختن و یه سری تصمیمات عجیب و غریب مدیرانشون گرفتن و خب می‌بینیم الان نتیجهش رو دیگه که چه اتفاقی برای این تیم افتاده. خب خیلی ممنون از توضیحات علی عزیز. اگر راجع به لیورپول هم صحبتی داری خوشحال میشیم بشنویم. درباره لیورپول خب خیلی بحث زیاد از اوایل فصل. شروعی که اسلوت برای حالا این ترکیب جدیدش در نظر داشت یکم شباهت اینجوری بود که انگار مثل حرکت از در واقع شناخت کلی که ما از تیم کلوب داریم به سمت چیزی بود که ما شناخت کلیمون از معمولا بازی تیم پپ. اتفاقیه که یه جورایی میشه گفت که قابل پیش بینی بود، چون در مسابقه‌های قبل از پیوستن اسلوت به لیورپول هم این قضیه ذکر شده بود که الگوی اصلی آدم توی بازی هجومی گواردیولا بوده و اینکه لیورپول بخواد به 3-2-4 حرکت بکنه چیزی بود که در نهایت زیر نظر اسلوت بالاخره اتفاق میافتاد. حالا دیر یا زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت، اما دیدیم که نتونست در بیاد اون چیزی که اوایل فصل اسلوت در نظر داشت ترکیب ایدئاله. اینکه حالا من بخوام در گوشه‌های زمین از فریمپونگ و خاکپو استفاده بکنم و حالا خاکپو بیاد در فاز دفاعی تیم به من بیشتر کمک بکنه و دفاع تیم میخواد 5 دفاعه بشه و بخواد به کرکس کمک بکنه، اتفاقی بود که توی فاز دفاعی اصلا اتفاق نیفتاد. لیورپول فصل رو مشکل دفاعی عدیده شروع کرد. حضور کرکس یکی از مهمترین این مشکلات بود، کسی که به هیچ وجه در برنموث به عنوان دفاع وسط کناری استفاده نشده، به هیچ وجه در باکس نمیتونه برتری هوایی برای شما برمقام بیاره. بارها دیدیم که حریف‌های لیورپول از سمت کرکز توپ بلند ارسال می‌کردن برای اینکه یک نفر رو سرش هد بزنه و این اتفاق به کرات اتفاق می‌افتاد برای رقبای لیورپول. اسلوت سعی کرد تغییراتی اعمال بکنه با مصونیت فریمپونگ، حضور سوبوسلای در پست دفاع راست که خودش یک سری مشکلات جدیدی رو به وجود می آورد. سوبوسلای یک هافبک، ما حالا هر چقدر هم از کیفیت این آدم تعریف بکنیم، حضور یک هافبک در پست فولبک مشکلات خودش رو داره. فولبک‌های کیفیتی دارن که هافبک‌ها از ابتدا با اون رشد نمی‌کنن. اینکه شما در نبردهای تک به تک جا نمونی، در شوک‌های لحظه‌ای که وینگرهای مقابلت بدن جا نمونی، چیزی که سوبوسلای باش تربیت نشده. برادلی این چیزها رو نسبت به سوبوسلای بهتر داره. برادلی هم مشکلات خودش رو داره، در فاز هجومی خیلی به تیم کمک نمی‌کنه، توی دوئل‌های هوایی ضعف‌های خودش رو داره و اینکه در دوئل زمینی هم دیدیم که در مقابل دوکو باز نیاز به کمک دست داشت و نتونست اون عمل کردی که تو فاز دفاعی هم انتظار داشتن و شاید به نحوی داشته باشه. من اینو میخوام بگم که احتمالاً مدافعینی که میتونن در مقابل جرمی دوکو تک به تک دفاع کنن شاید انگشت شمار باشن و نمیخوام برادلی رو به خاطر این قضیه مقصر بدونم. اما این مسئله که مشکلات دفاعی لیورپول به شدت زیاده در طول این فصل و خیلی نسبت به اون دفاع مستحکمی که فصل قبل ازش سراغ داشتیم بیشتر شده، مشکل اول لیورپول بود. مشکلات بعدی مربوط میشه به خریدهای این تیم که خیلیاشون نتونستن اون تطبیق پذیری رو داشته باشن. فریمپونگ که از ابتدای اومد تقریبا مصدوم بوده و کلا 3-4 تا بازی بیشتر برای لیورپول انجام نداده. ایساک از وقتی که وارد این تیم شد تازه وارد فاز پیش فصل شد، یعنی همه تیم ها بدنسازی ها رو انجام دادن، تموم شده، الان وارد فاز فصل شدن. ایساک 4 ماه تیمش تمرین نکرده، الان تازه توی فاز بدنسازیه و خب مشخصا همین بازیکن تا این فصل براشون بازیکن نمیشه. ویس مشکل تحقیق پذیری داره، توی جدال‌های فیزیکی در مقابل هافک‌های حریف کم میاره. محدودیت تاکتیکی ویرس این که توی یک سری از بازی‌ها می‌بینی که محدود میشه به یک گوشه زمین، بیشتر سمت راست حاضر میشه، بیشتر سمت چپ حاضر میشه. اینا چیزیه که دست و پای آدمو رو میبنده. ویرس به این محدودیت تاکتیکی عادت نداره. ویرس در لورکوزن کاملا یک سطح عملکردی بالایی رو داشت، کاملا در تمام سطح زمین میتونست بچرخه، آزادی عمل داشت که چپ زمین، راست زمین، مرکز زمین، جلو، پشت دفاع، جلوی دفاع، همه جا صاحب توپ بشه. این آزادی عمل رو به هیچ وجه در لیورپول نداره و باعث شده که این چند تا بازی اول نداشتن این آزادی عمل باعث شد که ویس یک مقداری افت بکنه و بعد از اون هم که مشکلات روحی بهش اضافه شد و همچنان این آدم زیر فشار شدید تگ قیمتی داره. و کیتیکه هم که خب بازیکنی که یک سری کیفیت مشخصی داره و نکته اینجاست که 245 میلیون یورو از طرف لیورپول برای جذب مهاجم نوک صرفا خرج شده و هیچ کدوم از مهاجم نوکی که جذب شده کیفیت پایین آوردن توپ رو ندارن. این در صورتی که لیورپول وقتی زیر پرس گیر میکنه علاقه داره به اینکه بزنه زیرش و خب این تناقضه. این نشون میده که اون نیازی که سرمربی شما داشته توسط خریدهایی که انجام شده برطرف نشده و یکی از مهمترین دلایلش اینه که خریدهای لیورپول مستقیما زیر نظر اسلوت انجام نمیشه و توسط
مدیر ورزشی و سی او این تیم مایکل ادواردز و هیوز انجام میشن و این یکی از مشکلات دیگه‌ای که لیورپول باید باش دست و پنجه بکنه. خیلی ممنون از توضیحاتت پوریا جان، بفرما. آره منم خلاصه بخوام بگم، به نظرم فکر کنم ویدیوهای قبلی هم گفته بودیم مشکل اصلی اسلوت این فصل شاید اسکواد سازیش بود. یعنی خیلی منو یاد فصل اول تنهاخ میندازه که شاید بهترین فصل یونایتد تو این چند سال اخیر بود، ولی بعدش بازیکنایی که خرید دیدیم به چه فاجعه‌ای تبدیل شد. الان اسلوت هم همینه، یعنی فصل اول بدون اینکه هیچ خریدی انجام بده یه تیم کلوپو بهش دادن، تونست نتیجه فوق‌العاده‌ای بگیره، قهرمانش کنه، ولی خب این فصل دیدیم با بازیکنایی که خرید واقعا خیلی مشکلات زیادی به تیم اضافه شد. نه تنها مشکلات گذشتهشون برطرف نشد بلکه یه سری مشکلات جدید هم اضافه شده. بخوام مثالشو بزنم، دقیقاً بچه‌ها هم گفتن دو تا دفاع سمت چپ و راستشون که مثلا کرکز رو خریدن که مشکلات رابرتسون برطرف بکنه، ولی خب الان می‌بینیم که کرکز به شدت تو بخش دفاعی ضعیفه و دوباره این بازی اخیر مجبور شدن رابرتسون رو بازی بدن. از اون طرف هم خب اینا کسی مثل آرنولد رو از دست دادن، آرنولدی که واقعا میتونست از هر جای زمین پاس بفرسته مثل منجنیق برای صلاح و صلاح فرار میکرد و این باعث شده که صلاح هم میبینیم که این فصل افت کرده. شاید یکی از دلایل اصلیش اینه که اونقدر که باید تو بازی تاچ نداره، چون که بازیکنیه که واقعا باید تعداد زیادی تاچ داشته باشه تا بتونه حالا چند تاشو به گل تبدیل کنه و کسایی مثل آرنولد و فنداک فصل پیش از هر جای زمین براش میفرستادن و میتونست فرار کنه، ولی خب این ویژگی‌ها رو این فصل نداره و خب میبینیم که افت شدیدی توی عملکردش هم میتونیم ببینیم. از طرف دیگه کسی مثل ویرز دقیقاً واقعا نشون میده فرق لیگ برتر انگلیس و با لیگ‌های دیگه. یعنی ویرز کسی بود که شاید خیلی ریت میشد توی لیگ آلمان بوندسلیگا، ولی خب همون اول شاید چند تا بازی اول میدیدیم فرقاشو میفهمیدیم، تو هیچ کدوم از دوئلا نمیتونست برنده باشه. یعنی مقابل حتی چند وقت پیش دیدم حتی فودن هم بهش یه تنه میزد پخش زمین میشد و حتی میگم مقابل یه بازیکنای معمولی توی لیگ برتر انگلیس هم حتی وارد دوئل هم نمیشه و از طرف دیگه هم وقتی توپ میمد دستش میخواست کلی فکر کنه کجا، چون که خود تو بوندسلیگا کلی فضا داری و میتونی آپشنات رو بررسی کنی، ولی لیگ برتر انگلیس اصلا اینجوری نبود و تا توپ میمد دستش سریع یکی میمد توپشو میزد و این مشکلات بهشون اضافه شده و همونقدر که خرید کردن به نظر من دوتا تیمی که واقعا نیاز دارن پنجره زمستونی بازیکن بخرن، یکی منچستر یونایتد که با بحث هافبک و دیگری هم به نظرم لیورپوله، چون که خط دفاعیشون خیلی مشکل داره و کناته به شدت این فصل افت کرده. هیچ گونه جانشینی هم برای فندایک و کناته تو تیمشون وجود نداره. یه دونه گومزه که بعید میدونم اصلا کیفیت لازم رو داشته باشه که بازیکن فیکس این تیم باشه و یه بازیکن هم که خریدن یه مدافع 18 ساله رو از ایتالیا که ربات داد همون اول. برای همین به نظرم جزء تیمایی هستن که واقعا با توجه به اینکه تو چمپیونز لیگ هستن تو همه جام هستن نیاز دارن که هنوز تو پنجره زمستونی بتونن اسکوادشون رو تقویت کنن. من راجع به لیورپول فقط این صحبت و این سوال از بیننده‌های عزیز میپرسم، این که یک، آیا واقعا شما آرن اسلوت رو در حد سرمربیگری لیورپول میبینید و دوم اینکه آیا به نظر شما این تیم آینده‌ای داره با این مربی و آیا میشه هزینه‌ای بهش سپورت که این تیم برای این تیم خرج بکنه و توی کورس باقی بمونه یا نه؟ این رو ممنون میشم به ما بگید و برای ما کامنت بکنیم. خب خیلی سریع میپردازیم به عملکرد منچستر سیتی، آخرین تیمی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم و شاید جدیدترین رقیب آرسنال باشه توی کورس قهرمانی. با علی عزیز شروع میکنیم. درباره سیتی، خب فصل برای سیتی اصلا خوب شروع نشد. 2 تا باخت در مقابل تاتنهام و برایتون همه این سوالا رو توی ذهنم میآورد که آیا سیتی همون سیتی فصل قبله؟ ولی خب رفته رفته یک سری اتفاقاتی افتاد که باعث شد که ما یواش یواش یک تیم رو فرم ببینیم. حضور چند تا بازیکن، برگشتن چند تا بازیکن و حضور هافک دفاعی مثل نیکو گونزالز که خب شاید اول فصل اصلا پیش بینی نمیشد که بخواد همچین عملی رو در اینجای فصل داشته باشه. به نظر من فرم فعلی سیتی تا حد خیلی خوبی مدیون نیکو گونزالز که در چند بازی اخیر اون آرامش رو به خط هافک سیتی برگردونده، اون هافکی که بتونه تا یه حد خوبی اون کارا که رودری انجام میداد در این تیم رو انجام بده.
اینکه بتونه هم دوئل های فیزیکی رو برای این تیم ببره و بتونه حفظ توپ خوبی داشته باشه، دید 360 درجه داشته باشه، این رو اطلاع داشته باشه که من وقتی پرس میشم نباید مستقیم برم صاف توپ پای اون بازیکنی که قراره از من توپ بگیره. این سواد حفظ توپ رو زیر فشار داره نیکو گونزالز و به نظر من یکی از مهمترین دلایلی که سیتی به یک فرم ایدئالی رسیده در هفته‌های اخیر اینه که نیکو گونزالز بالاخره خودش رو تونسته در قامت یک بازیکن پرمیر لیگی مطرح بکنه. نکته بعدی یک سری خریدای جدید، مخصوصا حضور رایان شرکی بازیکنی که اگر مصدوم نشه میتونه اون کیفیت ارسال پاس‌های پشت دفاع، اون چیزی که دی بروین سالها در این تیم تضمین می‌کرد رو دوباره به منچستر سیتی برگردونه. فقط خب یک شرط بزرگ داره که مصدوم نشه. خود شرکی هم بازیکنی که کاملا مستعد مصدومیت، بازیکنی که سابقه ربات دادن داره، بازیکنی که اصلا به خاطر مصدومیت‌های سابقش در حالا رده‌های پایین‌تر در آکادمی و اینها تیم‌های دیگه خیلی روش ریسک نکردن و وگرنه در مورد کیفیت بازی من مطمئنم که رایان شرکی میتونه مهمترین خرید سیتی باشه. میگیم اگر بتونه دقایق ثابتی رو در طول بازی برای سیتی ارائه بده. درباره پست گلر، حرکت از سمت ادرسون ها به سمت دوناروما ها، حرکت از سمت گلری که بازی با پای خوبی به شما ارائه میکنه ولی لزوما شات استاپر خیلی ایدئالی نیست، به سمت گلری که شاید تو بحث بازی با پا جای کار داشته باشه ولی در عوض شات استاپر خوبیه، رفلکس های خوبی داره، قد خیلی بلندی داره، توی خروج ها جسوره. به نظرم یک امتیاز مثبت برای سیتی محسوب میشه. ولی خب اون از اون سمت ساید خطرش هم وجود داره، اینکه شما زیر پرس طبیعتا آسیب پذیرتر میشید. این مسئله که سیتی باش مواجهه. حالا پپ توی این قضیه چیکار کرده؟ اومده که اول حفظ توپ تیمش رو کمتر کرده، سیتی بیشتر در فاز انتقال بازی میکنه و این نکته‌ای که در واقع فرق بزرگ این سیتی با تمام سالهایی که ما قبل از این از تیم پپ گواردیولا سراغ داشتیم، که این هم یک نکته مهم به وجود میاره. یک آماری در مورد سیتی چند روز قبل من دیدم، اینکه تیمیه که بیشترین نرخ دوندگی رو در بین تمام تیم‌های پرمیر لیگ ثبت کرده و داریم در مورد تیمی صحبت می‌کنیم که توی فاز پرس به شدت نسبت به سال‌های قبل ضعیف‌تر شده. سیتی تیمی که نسبت به سال‌های قبل به شدت کمتر پرس می‌کنه. سیتی سال‌های قبل، حالا اگر بازی استثنایی لیورپول رو کنار بذاریم، چون بازی که در مقابل لیورپول دیدیم پرس سیتی همون کیفیتی بود که ازش انتظار داشتیم، ولی در بازی‌های دیگه سیتی اون کیفیت پرس رو به نمایش نمیذاره که این قضیه خودخواسته است. سیتی در سال‌های قبل سعی کرد کاملا از بالا پرس بکنه، کاملا تیم حریف رو به جناحین هول بده. سیتی این فصل سعی می‌کنه که تنبل‌تر پرس رو انجام بده، صرفاً با یک تله پرسی در میانه زمین سعی می‌کنه که توپگیری رو انجام بده و اون آتش پرس رو جلوی زمین از سیتی نمی‌بینیم. این دلیلش اینه که سیتی سعی کرده اون بار دوندگی بدون توپ رو کمتر بکنه که بتونه اون فاز دوندگی و اون فاز در واقع دویدن بازیکناش و جابجایی بازیکناش رو با توپ داشته باشه. در واقع نقطه تمایز یکی مثل پپ گواردیولا با یکی مثل یورگن کلوپ این بود که تیم کلوپ سعی می‌کرد هم در فاز پرس و هم در فاز با توپ و بدون توپش دوندگی رو داشته باشه. تیم پپ گواردیولا سعی می‌کرد که در فاز پرس و بدون توپ این دوندگی رو داشته باشه و در فاز با توپ سعی می‌کرد که تیمش کاملا با آرامش، با یک ثباتی و با دوندگی کمتر بازی بکنه، که این یکی از دلایل بزرگی بود که باعث می‌شد تیم پپ گواردیولا در تمام این سالیان نسبت به تیم کلوب کمتر مصدوم بده و کمتر در کوس‌های قهرمانی دچار این بحران‌های مصدومیت بشه. یک باور غلطی که در ذهن همه وجود داره اینه که اگر تیم پپ دست کلوب بود جر میداد، همه جام‌ها رو می‌برد. این باور کاملا اشتباهه. فوتبال یورگن کلوپ، فوتبال هانسی فیلیک، اینا فوتبال‌هایی هستن که برای گرفتن اوور پرفورم در یک فصل ساخته شدن، نهایتاً در 2 فصل ساخته شدن. ما از کلوپ این سابقه رو سراغ داریم که این تیم یک فصل فوق‌العاده بود، یک فصل افت می‌کرد، یک فصل برای قهرمانی می‌جنگید، یک فصل برای سهمیه می‌جنگید. در تیم پپ گواردیولا این رو نمی‌دیدیم. فوتبال پپ گواردیولا همیشه فوتبالی بود که به شما اجازه میداد که همیشه روی خط حرکت بکنید، همیشه اون ثبات رو داشته باشید، اون کیفیت میانگین رو داشته باشید و این فصل چیزی که از پپ گواردیولا می‌بینیم اینه که داره حرکت می‌کنه به سمت اون فوتبال انتقالیه. دوندگی با توپ در تیمش بیشتر شده. این هم میتونه ریسک مصدومیت برای شما داشته باشه و مهمترین نقطه سوال سیتی فکر می‌کنم چیزی که ذهن همه هوادارا مشغول کرده باشه. اگر سوپرمن این تیم، اگر هالند در این تیم مصدوم بشه، کی برای سیتی گل میزنه؟ خیلی ممنون از توضیحاتت امیرحسین جان. خیلی آره دقیقاً با حرفای علیجان موافقم و اینکه خب ما یه سری آمارم تهیه کردیم که خب هالند تا الان 14 تا گل زده و خب توی کلیه رقابت رو برای سیتی چیزی حدود 19 تا گل زده و حالا اکثر بار هجومی این تیم روی گلزنی هالنده. از اون طرف هم خب سیتی پپ گواردیولا تونسته که حالا توی اسلاید بعدی پیام میده به ما میده، آره تونسته که حالا 22 تا گل بزنه، 23 تا گل بزنه که معذرت میخوام
22 تا گل بزنه که خب نصفی از گل‌های حدود 80-90% گل‌ها توی جریان بازی اتفاق افتاده و حالا یک گل توی حالا شروع مجدد زدن. و از طرفی هم خب سیتی مقابل بیگ سیکس حالا باخت مقابل تاتنهام داشته که خب همیشه مقابل تاتنهام متاسفانه میبازه، ولی تونسته لیورپول و منچستر یونایتد رو ببره و با آرسنال هم تونسته مساوی کنه. ولی نکته جالبی که سیتی این فصل برای من داره اینه که خب کار هوشمندانه گواردیولا رو ما شاهد هستیم که مثل اسلوت نیومدش. خب وقتی یک بازیکنی رو جدید خریده بود مثل کرکز بیاد و از همون هفته اول بازی بهش بازی بده و انقدر این کرکز بد عمل کنه که دیگه بکشوننش، یعنی بشوننش روی نیمکت. ما خب این رو میتونیم با نیکو گونزالس مقایسه کنیم که خب بازیکنی که فصل پیش از نیم فصل دوم اومده بود از آکادمی خود بارسلونا بود و بعد به تیم پورتو انتقال پیدا کرد و از اونجا هم به منچستر سیتی اومدش و خب توی دقایقی هم که بازی کرده بود یه حد میانگینی رو تونسته بود نمرات رو بگیره و حالا توی تابستون هم می‌خواستن بفروشنش، شایعاتی پیش اومد، ولی الان می‌بینیم که خب اون دقایق بازی که گواردیولا براش تعیین کرده بود الان خودش رو مشخص میکنه که چه بازیکن بهتری شده و در نبود رودی خیلی داره خط هافبک سیتی رو به خوبی اداره میکنه و اکثر نمراتی هم که حالا گرفته بالای 85 بوده و دقت پاسای فوق‌العاده‌ای که بین 87 تا 95 بوده. ولی خب همونطور که علی گفتش این تیم بیش از حد به هالند متکیه و حالا هالند نباشه اینا کی میخواد براشون گل بزنه و بازگشت فودن به روزای اوجش که حالا توی چه گل زدن چه توی پاس گل دادن نفر دوم این تیمه و رایان چرکی که حالا خب با اینکه یه سری از بازی‌ها رو باز مصدوم بود و از دست داده ولی خب 6 تا اثرگذاری داشته توی گل‌های این فصل سیتی و خرید خوبه تیجانی ریندرز که تا الان توی کلیه رقابت‌ها برای سیتی بیشترین پاس گل رو داده. خیلی ممنونم از صحبتت. من فقط یه نکته کوچیکی رو بگم. من خیلی برام جذابه که می‌بینم یه تیمی بهترین مهاجم حال حاضر دنیا با یه جوری بهترین دروازه‌بان رو داره و شاید الان بتونیم بگیم که جدی‌ترین رقیب آرسناله. ولی فقط این نکته راجع به من سیتی بگم، تیمی که بیسش درست باشه و بازیکنای با کیفیت بگیره نمیتونه نتیجه خیلی بد بگیره و این چیزی بوده که گواردیولا از زمانی که اومده یک بیس خوبی رو ساخته، بازیکنای با کیفیتی خریده که حتی تو بدترین فصلاش هم مثلا بتونه دوم سوم بشه، که همچنان می‌بینیم با توجه به نتایج ضعیف سایر تیم‌ها همچنان سیتی با اینکه ضعیف شده، با اینکه شاید تاکتیک‌های گواردیولا تکراری شده باشه، اما همچنان مدعیه و باید تو هفته‌های آینده چی پیش میاد توی رقابت قهرمانی. خب اینجا از شما خداحافظی بکنیم. خیلی متشکرم از علی عزیز که تو این برنامه حضور داشت و از پوریا عزیز، از امیرحسین عزیز مثل همیشه تشکر میکنم و ممنون از شما که این برنامه رو دیدید. خیلی خوشحال میشم برامون لایک و کامنت بذارید و اگر پیشنهاد و انتقاداتی دارید حتما به گوش ما برسونید. به زودی با تحلیل و بررسی هفته 12 لیگ برتر انگلیس در خدمتتون خواهیم بود. به امید دیدار.